بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. چطوری زد گنگای من؟ امروز اومدیم که دوتا چیز بهتون بگیم و بریم یه ویدیو خفن داشته باشیم، یه ویدیو آموزشی از پابجی موبایل که اصلا خیلی داخل پابجی موبایل بهتون کمک میکنه. الان پینگ من این بغل نگاه کنید، میبینید که پینگم بسیار بسیار خوبه و چیزه. حالا فکر میکنید چجوری خوبه؟ من امروز اومدم آموزش اینو بهتون بدم که یه DNS رو فعال کنید که باعث میشه پینگ شما حتی به 20 هم داخل بازی برسه. بریم ویدیو رو شروع کنیم، ولی قبلش ممنون بابت اینکه رو سابسکرایب میکنید. هی داره میریم بالاتر. ما یه قرعه کشی گذاشته بودیم برای 10 نفره شدنمون که ببخشید چه فکر کنم یه مقدار صدام خرش افتاد، بلنگوم تکون خورد. بابت 10 نفره شدنمون گذاشتیم و فکر کنم الان این ویدیو رو دارید بعد از اون میبینید. تا 5 فرصت داشتین که بچه ها سریعا خب بگم سابسکرایب کنید که ما رو برسید به 100 نفره. 100 نفره قراره بهتون 500 تا دونه یوسی بدم که عشق کنیم. خب از الانم قولش بهتون میگم که 100 نفره قراره 500 تایی بشیم. 500 تا یوسی قراره بدیم و 1000 تایی هم 1000 تا میدیم. اصلا میخوایم بتره کنیم، به همتون میخوایم جایزه بدیم. نوش جونتون. بریم که شروع کنیم. آقا ما میگیم چی کار میخوایم بکنیم. پینگ من این بغل میبینید، مشاهده میکنید. وایسید ناکن. پینگ من پایین این استارت است. خب ناکنی میبینی که ایوا، میبینی که پینگ اصلا خداست. پینگ من الان خدایه. اونقدر گوشیم شارژ داره، بدنم شارژ داره، شارژ تمام میشه. خب ما بریم ویدیو رو شروع کنیم بچه ها. من برم ویدیو رو شروع کنم بچه ها. خب ما باید چی کار کنیم؟ برنامه که شما باید نصب کنید DNS گیمه. خب DNS گیم چیه؟ این برنامه است. شما باید این برنامه رو نصب کنید. خب که با میاد این بالا DNS هایش هم بهتون معرفی کنم که DNS های مختلفی داره برای کال آف دیوتی دیگه، کلش آف کلنز، پابجی و دیگه یه عالمه چیزای دیگه. DNS های پابجیش هم اگه بخوام زنم بهتون معرفی کنم DNS 2، DNS 5 و DNS 8 که من خودم شخصا DNS 8 رو بهتون پیشنهاد میکنم با DNS 5 و اونهای دیگه به دردتون نمیخوره. اون یکی به دردتون نمیخوره. حالا اینو برای کجا دانلودش کنیم؟ معلومه، خیلی راحت. خب
چی؟ آقا میخوایم بچه بفهمم DNS هم خاموشه؟ نه DNS هم روشن. ترسیدم بچه خدا. فکر کنم DNS هم خاموش کردم روشن کردم اینجوری شد. خب بعد این DNS تو هیچ چیز دیگه ای کار نمیکنه. خب یعنی اگر این DNS فعال باشه مثل VPN ها، علامت VPN این بالا براتون میذارم ولی DNS خب رو هیچ چیز دیگه ای به جز گیم هایی که زده کار نمیکنه. مثلا الان DNS 8 رو هیچ چیز دیگه ای به جز PUBG کار نمیده. خب و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم برای گیم های موبایلی مثل کال آف دیوتی موبایل واقعا پینگتون رو خوب میکنه. بچه من نمیرم پلی بدم چون واقعا نوستنگم، ولی به زودی یه ویدیو گیم پلی داریم. یه پلی چیکار داریم میکنیم اینجا چیه؟ اوه یوسی زده بودم. اینو میخوام بگیرمش، دارم جمع میکنم بگیرم. یه نفرم گفته بود الایت بگیر، چشم داشتم. سیزن بعدی الایتشو میگیرم ولی این سیزن رو نمیتونم بگیرم براتون. خب میخوام اینو بگیرمش. تو روت ببخشید واقعا ازتون عذرخواهی میکنم. میخوام اینو بگیرم. تا الانم اینا رو فعال کردم که 5 لولی فکر کنم بره بالا. چرا میخوام اینو بگیرم؟ دلیلش به خاطر اینه که از این خوشم میاد. تا کاراکتر که چیز بود مال انیمه بود، من انیمه‌شو دیدم منتها اسمش الان یادم نمیاد. مال انیمه‌ش بود و واقعا چیز میکنم میپسندم اون انیمه رو و دوستش داشتم. تصمیم دارم اینو بگیرم پارش کنم و این لباس های متیکی که نابی اصلا میبینی حال میکنی، عشق میکنی. خب بگیرم. آقا ما 120 یوسی زدیم و 60 اونجا بهمون جایزه داد. آره یادمه تو سیزن قبل یه جایگاه بود که هر چقدر یوسی میزدی به دوباره یوسی میداد. مثلا 300 تا یوسی میزدی دوباره 300 تا یوسی میداد، 60 تا یوسی میزدی 60 تا یوسی میداد. خب من یه بار 300 تا یوسی اونجا زدم، دوباره رفت روش شد 600. مثلا 600 تا دیگه هم داد، 1000 خورده شد. ولی اون موقع یوتیوب رو شروع نکرده بودم، بعدا شروع کردم. آقا الان میخوام برم قدرت این DNS رو بهتون نشون بدم، عشق کنید. میریم ولی پلی نمیدم. پلی منو قرار داخل یه ویدیو جدا ببینید. اصلا اون ویدیو رو قرار نابی. خب نمیفهم. خب تکتیمش میکردم دیگه، مرض داشتم نمیدونم. خب الان میریم داخل یه چیز، من داخل همون لابی که میریم همونجا بهتون پینگشو نشون میدم. ویدیو تموم میشه و میرسیم به خدافزی و بله. ولی اگر ساب ندارید ساب کنید، جدا خیلی ویدیوهای خفنی داریم. حالا آخر ویدیو میگم بهتون. تو روحت تکمیل بیا اینجا بودو دیگه بیشوره. رفت. بچه من واقعا این چند وقته انرژی گرفتم بابت سابسکرایبایی که کردین. واقعا انرژی گرفتم. اگر همجوری ادامه بدید که واقعا ازتون ممنون میشم. و کامنت هایی برام گذاشته بودید که واقعا خوب بود. بعضیاتونم که واقعا بهم داخل کامنت انرژی داده بودین. ادامه بدید. نکن پینگم رو نگاه کن زیر این کیفم. پینگم 32، پینگم 8، ببین پینگم پایین 100 شد 100. خب پینگم اینجوریه، نگاه کن پینگ تا آخر پره. پینگم اول 20 بود. خب بعد بچه من اینجوری بالا پایین میکنم، اینم باش بالا پایین میشه. شاید شما نبینید، بعدم بهتون نشون میدم. یه ویدیو کوتاه میگیرم. گوه خوردم، نمیخوام برم بازی کنم.
بچه پینگمو که مشاهده کردین بسیار بسیار چیز بود. این DNS رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کنید. اگرم اعتمادی ندارید به چیز بیام بیرون، به بازار اعتمادی ندارید، پیشنهادش میکنم که از کانال تلگرامی ما دانلودش کنید که لینکش رو اونجا گذاشتم. کانال تلگرامی دوممون بله کانال تلگرامی دوممون برید جوین اون کانال اونور بشید. جوین کانال تلگرامی دومم که بهتون اطلاع میدیم هم میشید. خب من اونو بهتون پیشنهاد میکنم برید اون تو. حالا بعداً یه شورت ویدیو میسازم و بهتون میگم برید چیکار کنید. خب برید دانلودش کنید اگه اعتمادی ندارید، لینکشو اونجا میذارم براتون. خب آقا ستمو خوشتون میاد؟ یه ست لباس خریدم و خلاصه که گند زدم به هرچی که بازی بهم داده بود، پولای بازیمو گند زدم توشو. آره الان اینجا یکی بهم پیام داده. خدا چه خوردم بچه‌ها. رسیدیم به روحت پدستک بیا این ور. خب رسیدیم به آخر ویدیو. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر ویدیو، معنی که الان ویدیو رو تمومش کنیم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله هم فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده. و فعلا خدا نگهدار تا یه ویدیو دیگر. بدرود.